Podcast.io. وطن دلجمعی و آزادی ماست، وطن خوشبختی و آبادی ماست. وطنی خوشبخت و آبادی ما که در فضای صلح و ثبات به سر میبرد. میزبان چمپیونات آسیا آید به دوچرخه سواری در شاهراه میان جوانان، بزرگسالان، یکچین ها و عموما در سبقت های گوناگون امروز ورزشگران قاره آسیا را جمع آورده است تا بزم ورزشی برای هم مخلصان این رشته و هم برای عموما ساکنان تاجیکستان برپا کند. امروز قرار است که رقابت ها باز هم جدی تر گردند، سبقت ها باز هم جدی تر گردند، چون قرار است که بانوان یا دختران جوان با همدیگر در نبرد شوند در مسافه 61 کیلومتر. اینجا مدت زمان مهم نیست، برعکس چند روزی که ما سبقت های وقتی یا زماندار داشتیم. همکنون این ورزشگران آن نفری که اولین شده از خط نهایی عبور میکند عنوان قهرمانی را در سبقت های انفرادی جاده ها یا سبقت های در شاهراه به دست می آورد. همکنون باید قید نماییم که همه چیز آماده است، ورزشگران آماده، هیئت آماده هستند و بانوان یا دختران جوان قرار است که سبقت را آغاز کنند. خب تقسیم ورزشگران به دو قسم است و عموما طبق اعلام دیرکتور مسابقه یا رئیس این مسابقه، امروز در این سبقت ها ورزشگران نمایندگان 7 کشور و عموما در مجموع 17 ورزشگر به رقابت خواهند پرداخت که آماده هستند تا چند ثانیه دیگر به حرکت آغاز کنند. شهر دوشنبه است، هوا برای دوچرخه سواری بسیار مساعد، مشکل وجود ندارد، نه باد است نه باران است که این هر دو برای ورزشگران واقعا ورزشگران رشته دوچرخه سواری به خصوص بسیار مهم است، زیرا وجود باران و باد میتواند سرعت ورزشگران را کاهش بدهد، به خصوص وقتی که مسافت طولانی تر شد. تا امروز مسافه هایی که ما داشتیم 15 کیلومتر و 24 کیلومتر بودند و امروز ورزشگران کشورهای گوناگون در 3 سبقت مسافه های از جمله همین مسافه 61 کیلومتر و مسافه 111 کیلومتر و سپس مسافه 130 کیلومتر را طی میکنند. خب در میان این ورزشگرانی که میبینید الکی قهرمانان آسیا آید به دوچرخه سواری هستند در روزهای قبلی که ما برایتان حالا خواهیم گفت در جریان سبقت ها. همینطور در دو قسم بانوان را به حرکت در می آورند و 17 نفر از ورزشگر بانوان جوان در شهر دوشنبه به قول سیر میکنند و اگر تلاش و کوشششان به آن حدی لازم باشد میتوانند بازم صاحب مقام یا جایگاه افتخاریشان عنوان قهرمان آسیا را به دست بیاورند و همچنین جایزه دارانی چمپیونات آسیا آید به دوچرخه‌رانی شاهراه گردند. خب باید قید نماییم که مسافه‌ای که طی می‌نمایند زیاد است، پس معلوم می‌شود که مسیر حرکت را هم که شما الکی در آغاز سبقت دیدید، ورزشگر بانوان جوان تقریبا تمام دوشنبه را طی میزنند یا دوچرخه هایشان را میرانند و امیدواریم که ساکنان و مهمانان پایتخت چنین تحمل را خواهند داشت که جاده اکثرش بسته هستند. چمپیونات آسیا است و سطح و حدش به آن حدی هست که باید بعضی جاده ها بسته شوند و امیدوارم که با تماشای این سبقت ها نیز میبرند و ورزشگران را دستگیری میکنند. خب باید قید نماییم که امروز همچنین ورزشگر بانوان
تاجیک نیز در این سبقت اشتراک دارند که برایتان حالا در ادامه خواهیم گفت. دو نفر بانوی تاجیک با سبقت می پردازند. خب همچنان که می‌بینید همه چیز آماده است. ثانیه‌های اولی حرکت رو حتما در اینجا به حساب میگیرن و ما هم تا جایی که امکان دارد این سبقت رو پیشکش مخلصانی عموما ورزش و بخصوص دوچرخه سواران کشور میکنیم تا زمینه رشد این رشته در کشوری ما هم به وجود آید و زمینه علاقه از همین برگزاری چمپیونات آسیا به وجود آمده است، زیرا ما که در طول این چند روز از روز 25 مارت سبقت ها را و نشست و برخاست ها جلسه های مخصوص کاری این چمپیونات را پیگیری میکنیم. یک بار دیگر برایتان میتوانیم گفتن که بدون شک این برگزاری چنین چمپیونات ها در شهر آباد و زیبای دوشنبه ما باعث دیگرگونی ها و تحولات در بخش یا عرصه دوچرخه‌رانی خواهد شد و اینجا ما صدای هشتک داوران را میفهمیم که ورزشگران را به آمادگی دعوت میکنند. همینطور چند لحظه دیگر اولین گروه از ورزشگران جوانی که اکثرا بانوان هستند عموما اینجا سبقت های انفرادی در شاهراه میانی بانوان در مسافه 61 کیلومتر برگزار می شود. خب کمی هم باید برایتان درباره مسیر این سبقت باید بگوییم، چون واقعا هم مسیر گسترده را فرا میگیرد. در اکثر جاده‌های شهر دوشنبه یا جاده‌های اصلی شاهراه های دوشنبه گویم شاهرگ های دوشنبه این ورزشگران با دوچرخه‌رانی می پردازند تا عنوان قهرمانی را به دست بیاورند و همین میدانی که آغاز سبقت خواهد بود در نهایت انجام سبقت را به ثبت می‌رساند و همینطور ورزشگران به حرکت در می آیند و 17 ورزشگر حرکت را شروع میکنند. خب بیاید برایتان ورزشگران رو هم یک یک معرفی کنیم. از همین سر و لباسهایشان معلوم است که در صف پیش به عنوان قزاق در حرکت هستند. یک بانی عراقی هم. مسیر حرکت رو همگی الکی دیدیم در آغاز این سبقت که چگونه بود و با کجا در حرکت باید باشند، ولی باز هم یک بار دیگر من برای شما شرح میدیم که از اینجا ورزشگران به سمت مرکز سودای صدبرگ و از اونجا به گردش فرودگاه و از گردش فرودگاه به بازه سیمی شهر دوشنبه حرکت کرده، سپس با همین جاده بر میگردند و به سمت محله چارباغ از طریق همین خیابانی رودکی در حرکت می شوند. این طرف مسافت تا بررسیدن به شرکت وطنی سیام ادامه پیدا می کند از بالا از محله چارباغ از گردش، سپس به جای بازگشتن به دانشگاه اگراری تاجیکستان مستقیما راه را تا نوروزگاه کشورمان ادامه میدند و همینطور به جاده که به سمت سیرک دولتی تاجیکستان در حرکت است حرکت میکنند و در آنجا به سمت محله به سمت بازار بزرگ کاروان در حرکت میشوند و از محله گردش آنجا نیز باز برمیگردند به همان محله سیرک با همون جاده‌ای که رفته بودند. سپس به ناحیه سینا برمیگردند ورزشگران یا دختران نورس و از استکتی که در منطقه بیمارستانی قریب بالا قرار دارد به سمت زرفشان یا دروازه حصار در حرکت میشوند و از آنجا باز از دروازه قبلی که حالا جایش را گلگشت گرفته است از آن گلگشت چرخ میزنند برمیگردند از طریق باز هم استکتی بسیار زیبای محله 82 راست به مرکزی پایتخت عزیز کشورمان حرکت کرده. باز هم در همین محل و مکان انجام سبقت را به ثبت میرسونند. 1.3 کیلومتر را ورزشگران طی میکنند و بیاد فرصت رسیده است که یک ورزشگران اشتراکچی را برایتان معرفی کنیم که آنها همکنون از نزد مرکز سودای صدبرگ به سمت گردش فرودگاه میچرخند. خب در هیئت 7 کشور که اکثرا ورزشگران دختران جوان حضور دارند چنین هستند.
عزیز عدنان آوان از کشور عراق است، تحت رقم 1 در اینجا هنرنمایی میکند. اگر مخلصانی که پیگیری میکنند میتونن از شماره هایی که در پوشینه های این ورزشکاران یا لباس های این ورزشکاران نصب کرده شدند ورزشکاران رو پیگیری کنند. تحت رقم 2 در میدان کازاکبای و داریا یا کازاکبای داریا از قزاقستان است که الکی صاحب نقره چمپیونات آسیا در همین شهر دوشنبه گردید و نوروز را در اینجا با همین مدال نقره استقبال گرفت. سکلر و یلیزاویت از کشور قزاقستان است، بازم تحت رقم 3 در اینجا هنرنمایی میکند. و پس از اون سپیرینا الینا بازم از کشور قزاقستان است و ویالتا کازاکووا هم از کشور قزاقستان است که اینها تحت رقم 3 و 4 و 5 در اینجا به رقابت میپردازند. سپس از کشور تایلند هستند دختران نورس، حدود 4 نفر ورزشگر به عنوان تایلندی هستند که آنها نیز در روز اول سبقت توانستند از خود مهارت خوب نشان دهند در سبقت‌های دسته‌ای میان بانوان جوان و امروز هم باز دوباره به سبقت پرداختند. آنها هم باشد ورزشگران سریسپهای پلوی پاپاس، سایسینگ یاتراپورن و هانتویاگون اپهیچایا ورزشگران تایلندی هستند و باز هم یک بانوی دیگر وارا وانگ سوپیچا از کشور تایلند 4 نفر در اینجا به سبقت پرداختند. همچنان که می‌بینید ورزشگران چندان سرعتی زیاد ندارند یا آنقدر در تکاپوی زمان خود را بهتر کردن نیستند، چون فعلا آغاز سبقت است. در آغاز سبقت باید خود را خسته نکنند و اینجا یک بار دیگر می‌بینیم که کدام یکی از دست‌ها از به قول روش یا تکنیکی درست‌تر استفاده می‌کند و وقت رو درست تقسیم می‌کند، نیرویش رو درست تقسیم می‌کند و اولین شده از خط نهایی در انجام عبور می‌کند. و بله، مردم هم با درک بلند از این مسابقه بینید در هر کجا قرار دارند با تماشا و بسیار خوب میشد که گاه گاه حداقلش ورزشگران تاجیکی خودم رو که در اینجا هستند دستگیری میکردند. 2 نفر ورزشگر بانوی جوان از تاجیکستان یا گل دختران تاجیک هم در اینجا هنرنمایی دارند. یکی قربانووا گلشن و دیگری گلشیرین جوماکولیوا. 2 نفر ورزشگران در اینجا حضور دارند از تاجیکستان و امیدوارم که سبقت ها را با نتیجه ارزنده به انجام میرسانند. و همینطور این قسم اولی ورزشگران بود که به 2 قسم تقسیم کرده شده است. نام و نسب آنها تا بهتر بشود آنها را جمع بست کرد و این هم میدان اسماعیل سامانی است که اساسگذار و پایه‌گذار دولت تاجیکان محسوب می شود و اسماعیل سامانی را میگویند شاعران ما چنین گفتند که اسماعیل سامانی دیوار بخارا بود، ما هموطنی اویم، او هموطنی ما بود و این هموطنی ما هم در بزم نوروزی تاجیکستان اشتراک دارد و چمپیونات آسیا آید به دوچرخه سرانی در میدان دوستی در روبروی یکی از اساسگذاران دولت تاجیکان به هنرنمایی میپردازند ورزشگران کشورهای دنیا. خب همچنان که می‌بینیم ورزشگر بانو از کشور قزاقستان است، از سر لباسش هم معلوم، الینا سپیرینا از قزاقستان و تحت رقم 4 هنرنمایی میکند و این هم ورزشگرانی که باید ما معرفی میکردیم. قسم دوم ورزشگران اینجا هستند. این ورزشگر بانو از کشور امارات متحده عرب هست، حسین هدا، که الکی این ورزشگران یک بار در روزی اگر خطا نکنم 25 یا 26 در سبقت‌های انفرادی زمانبر یا وقتی با همدیگر اشتراک کنند. و این هم ورزشگر بانوی کشور تاجیکستان را برای ما نشاندن، قربانووا گلشن بود که ما متاسفانه اشتباهاً او را همچون ورزشگر امارات متحده عرب نام بردیم. بله، قربانووا گلشن و
جوماکولیه و گلشیرین از تاجیکستان هستند. هر دو هم نامهایشان با بهار پیوند و فصل هم فصل آنهاست. امیدواریم که نتیجه هم نتیجه خوبی از آنها خواهد بود. با هر حال سپیرینا الینا از کشور قزاقستان در حرکت است و الکی از به قول توده ورزشکاران به احتمال زیاد پیش صف است و بازم برمیگردیم به گل دختری تاجیک گلشن قربانووا از ورزشکاران تاجیک است که اینجا به نبرد می پردازد. برخلاف جوانان یا پسران نورس که با لباس های با رنگ های پرچم ملی آراسته شده بودند، با رنگ بهار دختران را آرا دادن. لباس هایشان را رنگ سبز، رنگ شکوفایی و رنگ پرچم هم هست البته، ولی در لباس جوانان یا پسران جوان سر و لباس کاملا مانند به پرچم ملی بود. خب همچنان که میبینیم ورزشکاران الکی تقریبا در راه بازگشت به خیابان رودکی هستند و به سمت محله چارباغ حالا میچرخند و در صف پیش همچنان الینا سپیرینا است. خب باید قید نامه که در چنین سبقت هایی که در شاهراه صورت میگیرند معمولا از تکنیک های مخصوص ورزشکاران کار میگیرند. بخصوص بینید ورزشکاران قزاق توده ورزشکاران یا کاروان دوچرخه سواران رو خوب اداره کرده رفته ایستادند و اجازه دادند که یک نفر از ورزشکاری آنها در صف پیش باشد و در اصل پیش راه توده ورزشکاران یا کاروان دوچرخه سواران دیگر که شهرها را گرفتند تا هموطنشان فاصله را بیشتر بکند. بینید طرز حرکت ورزشگر به عنوان کشور قزاقستان در چنین سبقت ها به فرق از سبقت های انفرادی زمانبر یا زماندار یا وقتی هر گونه که نام میبریم، چون در آنجا تنها وقت معین میکند که کی غالب میگردد، اینجا از شیوه های خاص هیئت های ورزشگرانی که اشتراکچی هستند بخصوص آنها که تعدادشان 4 نفر هست استفاده میکنند و این توجه کردن های به عنوان قزاق به عنوان دیگر کشورها این است که آنها معمولا حرکت میکنند حتی پیش راه برخی از ورزشگران را بگیرند. و همینطور میبینیم که ورزشگران کشور عراق عدنان ایوان هم از همه آخر در توده دوچرخه سواران در حرکت هست و فاصله از همه زیاد را همین ورزشگر بانه دارد و گاه گاه هم برای سنجش به عقب نگاه میکند تا کاروانی یا توده دوچرخه سوارانی اصلی در کجا قرار داشته باشد. به هر حال ورزشگران قزاق که ورزشگران بسیار با مهارت هستند و در تورهای جهانی در هیئت دسته استنا پرو اشتراک میکنند. خودی ورزشگران قزاق حتی و اینجا هم اشتراکچیان چمپیونات جهان از هیئت منتخب قزاقستان وجود دارد. و بینید که برای خلل وارد کردن به هیئت ورزشگران ازبک چگونه در بین دسته یا هیئت گروه ورزشگران ازبک در آمدن و صف آنها را ورزشگران قزاق ویران میکنند. اصلا این ویران کردن نیست، این شیوه است. معمولا در تورهای جهانی که در سبقت‌های شاهراهی صورت میگیرند چون شیوه ها بسیار استفاده میشوند و ببینید در سبقت‌های بسیار معروف جهانی از جمله در تور د فرانس، ولت اسپانیا، جیرو د ایتالیا بگویم از نزدیکی 160 ورزشگر همگی 15 نفرشان برای عنوان غالب تلاش میکنند. مابقی آنها کمک کنندگان به همون نفری که باید از هیئت تیمشان مقام بیاورد هستند. یعنی اگر 10 نفر باشند، از این 10 نفر تنها برای پیروزی یک نفر این گروه تلاش میکند و به عنوان قزاق در اینجا با عنوان ازبک بسیار یک
رقابت تاکتیکی شدید رو پیش گرفتند و این هم بانوی تاجیک باید باشد که در حرکت هست یا بود انیقترش گوییم. بله این هم گلشن قربانووا هست که در حرکت بود و یک بار دیگر برمیگردیم به ورزشگر به عنوان کشور قزاقستان که گفتیم اینجا با ورزشگر به عنوان کشور ازبکستان نبرد تاکتیکی دارند. در اصل کاملا برای حرکت با نظام ورزشگر به عنوان جوان ازبکستان خلل وارد کرده استند، اما همچنانی که میبینید کم کم از کاروان ورزشگران ازبکستان و قزاقستان از کاروان اصلی یا توده اصلی دوچرخه سواران جدا شدند و اگر توجه کنید در آن پشت سر ورزشگران قزاق بینید تخته بند کردن به عنوان نورس ازبکستان را و نمیگذارند که از این طرف به اون طرف بگذارند و یا اینکه از این دو ورزشگر پیش گذارند. همش در نظارت بانوان ازبک هستند، ولی بینید چگونه یک عبوری رو از بین این دو ورزشگر انجام دادند و حالا آنها هستند که پیش راهی بانوان قزاق را میگیرند. در آن پشت واقعا هم رقابت تاکتیکی بسیار جالب صورت گرفته است و همین جا الکی خودش معلوم است که کدام دسته چی هنر و مهارت در این سبقت ها دارد. جنگ تاکتیکی گوییم، نبرد تاکتیکی بانوان جوان ازبک و قزاق در اینجا بسیار بواضح مشاهده می گردد. در هر صورت ابتکار را در دست دارند بانوان قزاق. ببینید حتی اجازت میدهند که ورزشگربانی عراق که تنها است اینجا به سمت پیش براید یا ورزشگران کشور تایلند رو یک نفریشان رو اجازت میدن، اما با ورزشگر بانوان ازبک که از داوطلبان دیگر برای عنوان قهرمانی در این سبقت با مسافه 61 کیلومتر دارند اجازت نمیدن یا با هم دیگر نبردی تکنیکی دارند. ما اینجا مشاهده میکنیم ورزشگر بانوی کشور تایلند رو که با لباسهای نسبتا زرد و این هم بانوی تاجیک، اگر نمیدونید این هم گل شیرین هست. خلاصه دو تا گل دختر یا دو گل تاجیک در اینجا در نبرد هستند و تاجیکستان ما رو در چمپیونات آسیا نمایندگی میکنند. باید قید نماییم که این اولین بار است که در طول تاریخ تاجیکستان ورزشگران ما در چمپیونات آسیا اشتراک میکنند. خود چمپیونات آسیا هم اولین بار است که به شهر دوشنبه مهمان شده است و میزبانی خوبی ما باعث کرده که حالا آنها در فکر برگزاری الکی باز چمپیونات دوچرخه سواری کوهی را دارند، یعنی در منطقه کوهی که تاجیکستان از این نظر شاید بایترین دولت دنیا باشد، زیرا 93% کشور ما را همین کوههای بسیار سر به فلک و زیبا و سرسبز و جای هم پر برف و پر یخ تشکیل می کنند. به هر حال همچنان که می بینیم الینا سپیرینا در صف پیش است، از تاجیک مطلوبات تاجیک می گذرد و همچنان از توده اندکی هم باشد پیش صف هست. و نبرد ورزشگران کشور ازبکستان و قزاقستان می همچنان از 4 طرف تخته‌بند کردند ورزشگران ازبک را. ورزشگران ازبک هم شیوه خود را میدونند، گاه گاه یک عبورک میکنند تا کمی هم باشد ورزشگران قزاق را، یعنی بانوان نورس قزاق را به قول فشار آورند، ولی فشار اساسی در کیلومترهای آخر صورت خواهد گرفت. در هر صورت این سبقت ادامه دارد. همچنان الینا سپیرینا در صف پیش است و الکی از دانشگاه طبی گذشت و به سمت محله چهارباغ در حرکت هست.
در مجموع 17 نفر در اینجا سبقت دارند. تقریبا دو توده تشکیل شد، توده داوطلبان اساسی و توده آنهایی که تلاش دارند به داوطلبان اساسی تبدیل شوند. ولی این هنوز آغاز سبقت هست، چون گفتیم مسافه بسیار طولانی است و سبقت ها همینطور جدی تر شدن میگیرند. تا جایی که برایتان گفتیم امروز قرار است همچنین در مسافه 111 کیلومتر هم مردان جوان پسران جوان با هم دیگر در نبرد شوند در مسافه 111 کیلومتر و همچنین مردان زیر 23 سال نیز در مسافه 130 کیلومتر با هم نیرو خواهند سنجید. و بینید نبرد تکنیکی یا برخورد تکتیکی دو کشور آسیای مرکزی در چمپیونات آسیا بسیار روشن هست. با نظر می رسد در این نبرد تکتیکی ورزشگران یا بانوان جوان ازبک اندکی موفق تر عمل می کنند، حالا که در آغاز سبقت هستند آنها در پشت ورزشگران قزاق در حرکت هستند و این معنی آن را دارد که آنها همون مقاومت باد یا شمال یا هوایی که وجود دارد را ورزشگران قزاق کم کم بریده ایستادند. ولی ببینید چگونه تخته بند کردن ورزشگران جوانی یا ورزشگر بانوان جوانی ازبک را. این هم ورزشگر بانو از کشور کازاکاوا ویالتا است که وظیفه پیشرو ورزشگران ازبک را گرفتن را دارد. و ببینید این توده دوم اکثرا عبارت از ورزشگران یعنی دختران نورسید تایلند، عراق، تاجیکستان و امارات متحده عرب تشکیل هست و ویتنام. البته ورزشگر ویتنامی یک مقدار نسبت به این توده که همکنون در قسم دوم در حرکت هست تفاوت دارد، او ورزشگری قوی تری هست. در مجموع برای نبردهای تکتیکی هیئت ورزشگران کشور قزاقستان، تایلند و ازبکستان بسیار آماده تر و برایشان نبردهای تکتیکی رایج تر هست. یعنی قابل قبول است زیرا آنها در هیئتشان 4 نفری دارند. این سه کشور هیئت های چی بگویم تقریبا تکمیلی رو در این سبقت استفاده کردند و در سبقت های و نبردهای تکتیکی هم آنها میتوانند از تکتیک های گوناگون استفاده کنند. از جمله همین بانوان تایلندی که حالا میبینید، این هم ورزشگر بانو اپیچایا. و همچنان که می‌بینید اشاره های ورزشگر بانوی کشور قزاقستان کازاکاوا ویالتا از اینجا چگونه هم دستایش رو همراهی میکند و باز هم گل شیرین جوماکولیه و از تاجیکستان رو برای ما لحظه نشان میدن که او هم در حرکت هست و به سمت پیش آمده ایستادند. همکنون بینید تقریبا نبرد بانوان جوان قزاق و
ازبک چگونه صورت گرفته ایستاده است. تا به اینجا هنوز هم این نبرد تاکتیکی ادامه دارد. البته بانوی جوانی ازبک اشاره هم میکند که مرحمت فعلا شما در صف پیش باشید یا حرکت کنید. گاه گاه یک فشارهای به تقریبا به دو کاروان جدا شدند ورزشگر بانوان جوان و همکنون به محله چارباغ نزدیک میگردند. طبیعت بسیار زیبا و گل شکوفان تاجیکستان را اینجا میبینیم و امروز و روزهای بعدی حتما به بیرون از شهر دوشنبه هم این ورزشگر بانوان سفر خواهند کرد و یک بار دیگر از گوشه و کناری کشور ما در برابر سبقت هایی که برای عنوان قهرمانی میکنند دیدن خواهند کرد. در مجموع گویم اگر گردش برای آنها در شهر دوشنبه و در منطقه سرسبز تاجیکستان است دیدن میکنند و حتی همین امروز آنها از دوشنبه بیرون خواهند رفت. عموما خود مسابقه های دوچرخه سواری با آن خاطر نشان داده میشوند که یکی از راههایش همین معرفی کشور و جایهای دیدنی و باستانی تاجیکستان است که بتواند جلب گردشگران کند، بتواند نشان دهد که زمین و آسمان و جاده ها و طبیعت تاجیکستان برای برگزاری هر گونه مسابقه موافق است و میتواند میزبانی هر گونه مسابقه سطح جهانی را هم برگزار کند. بخصوص در سالهای اخیر در تاجیکستان عزیز ما بسیار تأسیسات ورزشی زیاد ساخته شده و امکان برگزاری مسابقه گوناگون را هم پیشکش میکنند. ورزشگر کشور عراق عدنان اوان هست که تحت رقم 1 در اینجا به سمت همان محله چارباغ در حرکت هست. و باز هم نبرد دو بانوی قزاق را با ازبک میبینیم. همون سپیرینا الینا و ورزشگر بانوی کشور ازبکستان اینجا صوفیا کریمووا که همکنون از الینا میگذرد. نبرد تاکتیکی این دو دسته همچنان الینا با ورزشگر بانوی کشور ازبکستان صوفیا کریمووا اینجا در نبرد هستند و صوفیا کریمووا برگشته به هیئت تیمشان نگاه میکند. بازم قید می‌نمایم که حتی در بین ورزشگران معروف سطح جهانی که اصلا تور د فرانس فرانسه این معتبرترین سبقت‌های دوچرخه سواری در جهان محسوب می‌شود. البته در شاهراه‌ها و غیر از بازی‌های المپی و چمپیونات جهان رو منظورمان هست و 160 دوچرخه سوار رو دور هم جمع میکنند، ولی همان جا هم همگی 15 نفر برای پیروزی در مرحله‌های گوناگون یا عموما در مجموع در تور د فرانس داوطلب هستند. باقی دیگر همه آنها کمک رسانی هیئت همون نفرانی که باید غالب شوند می باشند. اینجا ببینید در این زمینه
یک چنین نبرد تاکتیکی میان دختران جوان ازبک و قزاق جریان دارد و به همدیگر فشار آورده ایستادند. اینجا هنوز آخری خط نیست که بتوانند برای عنوان قهرمانی تلاش کنند. خب در محله چارباغ قرار داریم و عموما ورزشگران الکی اگر خطا نکنم حدودی 15 یا 16 کیلومتر رو باید طی کرده باشند، چون سبقت های دیروزه میدونیم که تا محله چارباغ از مرکزی شهری از میدان دوستی که از نزد مهمانخانه سیرین برمیگشتند 12 کیلومتر را تشکیل میداد و همین طور باز برمیگشتند. بله، آنها از محله چارباغ دو ورزشگر بانوی ازبکستان و قزاقستان میچرخند. همچنان الینا سپیرینا در صف پیش است. این توده یا کاروان اول و این هم توده یا کاروان دوم است که ورزشگران کشورهای تایلند، عراق و تاجیکستان باید در حرکت باشند. یک ورزشگر بانوی کشور ازبکستان در هیئت این توده هم برای به قول تحلیل وضعیت شاید وجود دارد، اما ورزشگر بانوان قزاق همگی به سمت پیش رفتند. به نظر می رسد بانوان تایلندی هم برای عنوان قهرمانی می توانند تلاش کنند. به همین خاطر یک نفر از هیئت دسته ازبکستان در هیئت این تیم حضور دارد و پیش راه هیئت تایلندی را گرفته ایستاده است. و اینجا در ورزشگرانی که از کاروان اساسی از دو کاروان فاصله گرفتند، همین دو ورزشگر ازبکستان و قزاقستان همچنان هستند که اینجا پای در پای همدیگر در حرکت هستند. من در خود سبقت های دوچرخه سواری یک اصطلاح رایج هست که میگویند بیماری اسفالتی، که معمولا وقتی یگان برخورد می شود یا دوچرخه ها با هم دیگر تصادف می کنند و می افتند و جراحت می بردارند، به این بیماری میگویند بیماری اسفالتی. در همین نبرد این دو دختر جوان بسیار دیده می شود که می توانند برخورد با هم دیگر داشته باشند، چون در اصل این فشار آوردن به هم دیگر و راه هم دیگر را بستن می تواند در نهایت به بیماری اسفالتی روبرو شود. ولی بینید چگونه به نظر می رسد که این دو دسته می خواهند زینه های یکم و دوم را با هم دیگر تقسیم کنند و توجه کرده چند لحظه پیش ورزشگربانی ازبک جوان ورزشگربانی قزاق را به پیش گذرانید تا در سایه او و با بادی بریده باز هم جایها را عوض می کنند. خب چی کار هم می شود کرد؟ این دو دسته با هم دیگر مشورت کردند که برای زینه یکم و دوم تلاش میکنیم. حالا بینید که ورزشگربانی ازبک کریم و صافیا هوا را بوریش داده می رود، یعنی باد هوا هر چی می خواهید بگویید بوریش داده می رود و در پشت سر او ورزشگربانی کشور قزاقستان چند ثانیه در گویا فضای آزاد می رود. این هم یکی از شیوه های یا تاکتیک های مخصوص برای دوچرخه سواران هست که از این شیوه بسیار استفاده می کنند، بخصوص بازی دوچرخه سوارانی هیئت یک تیم. ولی اینجا دو تیم بین خودشان شاید مصلحت هم کردند که بتوانند زینه های یکم و دوم را با هم دیگر تقسیم کنند. دیگر زینه یکم و دومش وابسته به مهارت هر کدام ورزشگر است، ولی بگذار دستهای دیگر هم تاکتیک و شیوه های خود را داشته باشند. چرا نه؟ ورزشگربانی عراقی هم که عدنان آوان عزیز هست از محله چارباغ عبور می کند و به سمت مرکزی سودای کوشانیان در حرکت هست. اینجا ورزشگر با نوان کشور ازبکستان قزاقستان که از مرکزی سودای کوشانیان گذشتند و همینطور به سمت سیرک بین المللی در حرکت خواهند بود.
همینطور ببینیم توده یا کاروان ورزشگران از اون دو نفری که از توده و کاروان فاصله بسیار زیاد گرفتند، فاصله هم زیاد شده ایستاده است. همچنان شیوه تاکتیکی را دو بانوس الینا و صافیا استفاده برده ایستادند. بعضی وقتا وقتی ورزشگر یگان جراحت میبرده یا با تصادف روبرو میشود، اگر از کاروان یا توده اساسی خیلی دور مانده باشد، همین مسئله بروش هوا رو میتواند اتومبیلی که این ورزشگران رو آنجا راهنمایی میکند و با همراهشان هست کمک کند. و بینید این ورزشگران هم چگونه در حرکت هستند. شاید این تاکتیک یا شیوه از همان شیوه پرواز تورنه ها با اجاره گرفته شده باشد. شما اگر توجه کنید در فضای تاجیکستان بخصوص در فصل بهار و تیر ماه وقتی تورنه ها قطار می شوند، آنها هم همین گونه شیوه بروش هوا رو دارند. یعنی یک تورنه که بسیار قوی است در صف پیش هوا رو می برد و همین طور به حرف وی انگلیسی مانند آنها هوا را بروش داده، آنهایی که ضعیفتر هستند پشت سر دیگر ورزشگران راه میرند. اینجا ما اگر توجه کرده ایستاده باشید، ورزشگر بانوان جوان کشور تایلند نمیخواهند در صف پیش هوا را برای دیگران بروش دادند و اگر توجه کنید یک نفر که به این طرف رفت اکثرا همه به پشت سر آنها میروند تا از همین مقاومت هوا در حد اقلش نجات یابند. این هم توجه کنید هیچ کس از این جانب، یعنی از سمت راست از ورزشگران نمیگذرد تا برسند به آنجایی که دیگر مسئله سبقت بسیار جدی می شود. دیگر نه مقاومتی هوا را نگاه میکنند نه یگان مقاومتی دیگر. حالا اگر ادامهش رو بینیم همه به پشت سر این دو ورزشگر می آیند تا مقاومتی هوا را آن دو ورزشگر داشته باشند و سپس دیگر ورزشگران. و این هم ورزشگر کشور اگر خطا نکنم تاجیکستانی عزیز ما هست که در حرکت هست. به هر حال در آغاز راه هستیم، با اینکه در گذشته ما تاریخ بسیار باید در دوچرخه سواری داشتیم و ورزشگران تاجیک واقعا هم اشتراک خود را در چمپیونات SSR به ثبت رسانیده بودند و تعداد زیادی از ورزشگران نامدار و مربیان نامدار داشتیم. این هم گلشیرین است، گلشیرین جوماکولیوا، ورزشگر بانی تاجیک از محله چارباغ باز میگردد. اینجا همچنان در فاصله پیش یا در رأس این سبقت باز هم دو ورزشگر بانی جوان ازبک و قزاق هستند که بسیار یک تاکتیک جالب را به پیش گرفتند. ببینید چگونه هوا را بریده میرند. یعنی مقاومت هوا را همکنون این ورزشگر بانی قزاق به ما دقیقاً نشان داده ایستاده است چگونه است بوده که وزیده ایستاده است، چگونه از جانب ها بریده می شود. وینتا کازاکووا است که اینجا در حرکت می باشد. احتمالاً از توده یا کاروان دویم به سمت پیش در حرکت شده باشد. 61 کیلومتر به قول بسیار مردم محلی با زبان گفتن آسان است. راندن دوچرخه هم کاری آسان نیست. این دقیقاً اگر کاری آسان میشد از 500 میلیون اهالی چین که با دوچرخه در حرکت می شدند، حالا در ولت اسپانیا، در تور د فرانس، در چمپیونات های جهان ما قهرمان ها داشتیم و دستای پرقوت می داشتیم. واقعا هم جالب است. این رکورد های دیگر چین است که در این کشور 500 میلیون نفر با دوچرخه سواری مشغولند. دوچرخه سواری کسبی نیست. از دوچرخه برای رفتن به جای کار، آمدن به خانه، عموما برای همچون وسیله نقلیه استفاده میکنند، ولی ببینید نمیتوانند از بین آنها در این مسابقه ها اشتراک کنند. از ژاپن در تاجیکستان حضور دارند و الکی صاحب نشان چمپیونات آسیا شدند، ولی از چین
دیده نمی شود. با اینکه گفتیم 500 میلیون نفر طبق آمار رسمی در کشور چین ولسیپد رو همچون وسیله نقلیه استفاده میکنند. توصیه هایی که ورزشگر کشور ازبکستان یا بانوی جوان این کشور از سرمربی یا مربی این کشور گرفت، شاید اشاره کردند که در عوض کردن جایهایتان معمولا از وقت را رعایت کنید. یعنی فقط بانوی ازبک در صف پیش مدت زیادی را سپری نکند تا خسته شود و این هم کاروان یا توده اساسی سبقت کنندگان هست. حالا چند لحظه دیگر همه به پشت سری ورزشگر بانوی تایلندی می پیوندند. بینید گویا که در فصل بهار در نوروز بین المللی ما تورنه های کشورهای آسیایی در اینجا به همان مثل قدیمه در حرکت هستند. و آن موتورسیکل سوارانی که شما در کنار بینید اصلا در زبان یا کسبی دوچرخرانی مرشل ها گفته می شوند که قسمتی که در پیش در حرکت هست اصلا راهنمایی است، چون جاده ها خیلی پیچ و بوده می توانند و با توجه به حرکتی مرشل ها ورزشگران نیز در حرکت می شوند. بینید کاروانی اساسی الکی شکل رو عوض کرد. چند لحظه قبل این کاروان دو تقسیم شده بود، دو توده بودن، هم اکنون داوطلبان به یک کاروانی بزرگ تبدیل شدند. و همچنان که گفتیم ورزشگر بانوان کشور تایلند که در این جا نیز مثل بانوان جوان ازبک و قزاق هیئت نسبتا پرتری را دارند، هم اکنون از نزد پرچم ملی چند ثانیه پس عبور میکنند و از افتخارات ما همین ملی که رکورد جهانی را چند مدت به خود اختصاص داشته بود و پرچم ملی ما را در بلندی بلندا یا در بلندای بلندی برای ساکنان و مهمانان پایتخت پیشنهاد میکنند و از مکانهای دیدنی تاجیکستان گشته است و یکی از باغهای زیبا و گلگشتهای زیبای کشور است که مکان جمع شدن توریست ها نیز می باشد. خب همچنان که می‌بینید و این هم یکی از مکان های توریستی تاجیکستان است که قلعه حصار می باشد. قلعه حصار در سر راه ابریشم عصرهای عصر چون قلعه دوستی و روابط بین قوم‌های کشورهای گوناگون خدمت کرده است و تا کنون توجه اهل عالم را به خود می‌کشد و امروز هم ما قاره آسیا را در میدان دوستی شهر دوشنبه جمع آورده ایم و قلعه حصار هم در گذشته عصرهای عصر چون قلعه دوستی و روابط بین قوم کشورهای گوناگون اشتراک کرده است و الکی در قلعه حصار که در گذشته حصار شادمان داشت و حالا شادمانش به کنار رفته شده است، حصار در فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت شده است و این هم اسماعیل سامانی که دیوار بخارا بود و ما هموطنی اویم و او هموطنی ما بود و هست. همچنانی که بینید در چمپیونات آسیا پس از گذشت این همه عصرها از زمان دولتداری سامانیان همچنان میزبانی چمپیونات با حضور این اساسگذار دولت تاجیکان برگزار می شود و در همان میدان دوستی
دایر میگردد که هیکل این مرد بزرگ تاریخی تاجیک در آنجا برافراخته شده است. خب ورزشگران به سمت سرک دولتی تاجیکستان در حرکت می شوند اینجا و اینجا ما از ناحیه سینا همکنون عبور کرده ایستاده ایم. آبادی کشور ما باعث گردیده است که پس از بازرسی این جاده ها خودی مسئولان چمپیونات آسیا چندین بار در جلسه و مجلس هایی که برگزار می شود ابراز داشتند که واقعا هم جاده های تاجیکستان برای برگزاری چمپیونات آسیا کیچی برای برگزاری چمپیونات جهان پاسخگو است و این هم نعمت صلح و وحدت و یگانگی ملت ماست که باعث این همه شکوفایی این همه آبادی گردیدند. خب کاروان اساسی ورزشگران در حرکت هستند. چند صد متر حدود 500 متر پیشتر دو داوطلب اساسی در حرکت می باشند و همکنون به سمت سرک دولتی تاجیکستان در حرکت هستند و چند لحظه دیگر به سرک دولتی می رسند. دقیق ترش بگویم رسیدند و امروز خوشبختانه مخلصان در کنار جاده ها هستند و از ورزشگران دستگیری می کنند. بله اینجا هم سرک دولتی تاجیکستان است و دوچرخه سواران به سمت بازار کاروان می چرخند. البته برای خرید نمی روند، برای کسب عنوان افتخاری می روند. و این هم نمای زیبایی از پایتخت کشور ما که تو را از آرزوها آفریدند، تو را امیدها تعمیر کردند، تو را پرداز از تدبیر کردند، تو را از کلبه تا قصر آوریدند. واقعا هم سالهای اخیر چی رشد و شکوفایی شهر دوشنبه پایتخت عزیز کشورمون که چهره کشور ما وطن ما محسوب می شود داشته است در چند سال اخیر و همچنان هم دوچرخه رانی تکتیکی ورزشگر به عنوان جوان ازبک و قزاق ادامه دارد. در اینجا هم بینید همین چیز را در توده اصلی یا کاروان اصلی دوچرخه سواران همین هیئت ورزشگران دو کشور رعایت کرده ایستادند. صافیا و الینا از قزاقستان و ازبکستان در صف پیش. هنوز فرصت زیاد است. این ورزشگران همچنان در صف پیش هستند، یعنی آنهایی که از هیئت یا کاروان اولیه فاصله گرفتند. و در اصل پیشگامان محسوب میشن. اگر اون دو نفر اول رو پیشگامان گوییم، این گروهی که حالا در حرکت هستند کاروان اساسی، توده اساسی که به خود کلمه انگلیسیش پلوتون گفته می شود، یعنی توده اساسی ورزشگران در کدام سمت قرار دارند. باز هم فضای دوشنبه شهر خوب و زیبایی، دوشنبه شهر آرزوهایی. واقعا هم ما در آغاز شارحه‌مون که چند روز قبل صورت گرفت گفتیم که واقعا هم دوشنبه به شهر آرزوها تبدیل می شود، نه تنها برای ساکنان و مهمانانش، حتی برای همین اشتراکچیان چمپیونات آسیا که آنها می توانند در این شهر، در این وطن، در این سرزمین به آرزوهای دیرینه خودشان برسند، به خصوص آن آرزویی که چندین سال در دل پروردن. زیرا از سال 2 سال باز چمپیونات آسیا به خاطر کووید 19 هم مشق و تمرین های همه ورزشگران تقریبا از بین رفته بود و هم خود مسابقه ها، و این هم پیام سلامتی، پیام سبزی، شکوفایی و به خود آمدن و احیاگری عالم از وطن نوروز به تمام قاره آسیا فرستاده می شود.
و باز هم به زیبایی و شکوفایی شهر دوشنبه توجه میکنیم و در همین میان بیاید بعضی از نکات را برایتان درباره دوچرخه‌رانی باید بگوییم. من در همین رشته دوچرخه سواری هم رکوردهای گینیس بسیار زیاد هستند و نه یک تا و دو تا بلکه بیشتر. عموما دوچرخه سواران که امروز ما در این سبقت ها میبینیم معمولا دوچرخه‌شان چندان سنگین نیست. همگی 9-10 کیلوگرم هست و میتواند تا 6-8 کیلوگرم هم بعضی دوچرخه وزن سبکی دارند. البته در اینجا نیست و در چمپیونات جهان و در بازی المپی به ثبت رسیده که دوچرخه با وزن 6-8 کیلوگرم بوده. شما فکرش را بکنید. ولی معمولا دوچرخه سواران کسبی از دوچرخه استفاده میکنند که 8 و 9 10-11 کیلوگرم وزن دارد. این دوچرخه بسیار سنگین نیستند. به همین خاطر هم سبک راه می روند و آسان هست راندنشان. و اما یک ورزشگر نیدرلندی ووتر وان د بوش از همه دوچرخه سنگین را ساخته است که مانستر بایک، یعنی دوچرخه هیولا، دوچرخه هوزارب هم گویده می شود، 750 کیلوگرم وزن داشته است. تقریبا با وزن یگان ماشینای سبکروی خرد برابر هست. باز چیزی دیگر، درازترین دوچرخه هم هست 41.42 متر. در استرالیا یک چنین دوچرخه را ساختند و شاید برای شما هم جالب باشد. هستند آدمانی بیکار یا هستند آدمانی که در شکار رکوردهای جهانی هستند. همینطور سبقت ها ادامه دارند و هیئت کاروان اساسی ورزشگران به سمت بازار کاروان در حرکت هستند. این گونه رد و بدل کردن های آب و نوشاکی و بعضی تجهیزات و چیزهای لازم بین ورزشگران اجازت داده شده است. فقط با دست فشار داده همدسته را پیش بردن کاملا ممنوع است در سبقت ها. و ورزشگران هم اکنون به سمت بازار کاروان در حرکت هستند. و این هم ورزشگربانی کشور تاجیکستان است که متاسفانه هنر و مهارتش در آن حد نیست که در هیئت توده ورزشگران باشد. دو تا ورزشگر بانو گفتیم، گلشیرین و گلشن، در هیئت تاجیکستان به نبرد میپردازند و این هم باز هم دو پیشگامان این سبقت که از نزد بازار پنجشیر و سخاوت عبور کرده ایستادند. به هر حال سبقت است. این ورزشگر بانو گلشیرین از تاجیکستان، جومکولی و گلشیرین هست، هنوز جوان است. امیدواریم که درس عبرتی برایش خواهد بود برای اشتراک در چمپیونات های بعدی و یا شاید در ادامه این فاصله را دیده به فکر می آید که باید دیگرگونه به مشق و تمرین پرداخت. چون اگر توجه کرده باشیم چند روز قبل احمد مدین، ورزشگر بحرینی که صاحب نشان طلا شد در میان مردان، زیر 23 سال، گفته بود که برای پیروزی لوازمات در کار است و مربی در کار است و عموماً مکانی که برای تمرین مناسب باشد. هم اکنون گلشیرین را دیدیم که از نزد پرچم ملی گذشت و به سمت پایین در حرکت هست. این هم ورزشگر کشور عراق بود، عدنان انوان، که به سمت پیش در حرکت هست
فاصله‌اش از توده خیلی زیاد و اینجا دیده استیم که باز یک ورزشگر دیگر با کمک همدستش صوفیا آمده ایستاده است. الینا معذرت میخوام چون ورزشگر بانوی کشور قزاقستان بود. و باز هم دوشنبه رو میبینیم که تو را همدستی و همکاری افراخت، تو را هم دوستی از مهر آراست. چراغستان شدی از مهر دلها که آغوشت کنون مأوای دلهاست. در آغوش شهر دوشنبه پایتخت عزیز کشورمان بانوان کشور مأوای دلهای خود را پیدا میکنند و از این بانوان چند تایشان به عنوان قهرمانی و به آرزوهای خود نیز میرسند. خب میتوان گفت برخی از ورزشگران حتی از نصف از سبقت را پشت سر گذاشتند، بخصوص همون ورزشگران پیشگامی که در آنجا ما دیده بودیم. و یک ورزشگر دیگر به کمک الینا شتافته ایستاده است. آن ورزشگر هم همشهری الینا هست. حالا اگر نشان بدهند شاید ما بدونیم. در صف پیشتر از این کاروان اساسی در حرکت می باشد. درباره رکوردها صحبت میکردیم. اگر یک رکورد دیگر رو گویم خودم هم شاید باورم نمیشود، شما هم شاید باورتان نمیشه، ولی این چیزی است که در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است. رکورد جهانی آید به سرعت ولسپد را یا دوچرخه روانی را یک ورزشگر کشوری دنیا فرد رامپلبرگ در دوچرخه‌ای که خودش طراحی کرده و ساخته و به استفاده داده است به دست آورده است که 268 از 8 کیلومتر در ساعت. باور نکردنی است از سرعت ماشین هایی که با گاز و بنزین راه می روند هم بیشتر هست. البته در این رکورد گذاری او خودش تنها نبود، بلکه هیئتی بسیار کلانی برای گذاشتن این رکورد کار بردند و ماشین هایی هم که در کنار ماشین های ورزشی که در کنار او می رفتند کوشش می کردند که همین مقاومت هوا را از بین ببرند. ولی لرزش و چرخش خودی دوچرخه را خودی همون فرد لامپربرگ خودش چی میگویند تحمل کرد. خب همچنان پیشگامان در پیش هستند و توده یا کاروان اساسی ورزشگران هم چندان فاصله زیادی ندارند. با محله کاروان نزدیک شدند. این هم گردشی که احتمالاً باز به سمت بالا بر میگردند. پس از چند لحظه همچنان دو ورزشگر از کشور ازبکستان و قزاقستان در حرکت هستند. در این نبرد تاکتیکی به نظر می رسد که ورزشگران قزاق بهتر عمل کردند. ببینید خود جثه ورزشگربانی جوان قزاق از جثه یا اندازه بدن ورزشگر ازبک خردتر هست. یعنی حتی در برش مقاومت هوا حضور ورزشگربانی قزاق یعنی الینا چندان شاید برای همین بانوی ازبک قابل احساس نباشد، زیرا او قدی بلندتر دارد و حتما خودش باز با مقاومت هوا روبرو می شود. در اینجا هم ورزشگران ازبکستان و هم ورزشگران بانوان جوان ازبک و قزاق هیئت دسته تایلند را سخت تحت اداره دارند. دو نفر خود را پیشگام کردند، دیگر نمیگذارند که ورزشگران تایلندی هم با صف پیشگامان بپیوندند و این تورنه قطار به کجای رفتن ورزشگران همین معنا را دارد که همچنان برای از بین بردن مقاومت هوا تلاش میکنند. خب برای من بسیار جالب خواهد بود که در کیلومترهای آخری یا نزدیک به آخری سبقت
این کاروان اساسی دوچرخه سواران که در حیاتشان 4 تا ورزشگری کشوری تایلند نیز حضور دارند چه کار خواهند کرد؟ خب بیاد ما فکر میکنم در آغاز برایتان نگفتیم ولی حالا گویم که در هیئت همین دوچرخه سواران و ببینید آنها هم اکنون به سمت به سمت سرک دولتی تاجیکستان بازگشتند. این مکان از همه آخری سبقت در کناره های دوشنبه بین ورزشگران یا بانوان جوان آسیا بود و همون چیزی که سرمربی بانوان ازبک اشاره کرد بسیار خوب رعایت کرده ایستاده از صافیه کریمова، زیرا او ابراز داشته بود که باید مدت زمانی که تو همچون پیشگام و مقاومت باد را شکسته می روی یا هوا را شکسته می روی نباید از زمانی ورزشگربانی کشوری قزاقستان بیشتر باشد. این هم ورزشگربانی کشوری تاجیکستان گل شیرین است که تازه به سرک دولتی رسید، در حالی که ورزشگران دیگر از آن پایین الکی به سمت بالا چرخیدند. به هر حال اگر نتیجه این ورزشگر و سرعت این ورزشگر ستودنی نباشد، جسارت این ورزشگر قابل ستایش است، چون هر کسی فکر میکند که 61 کیلومتر را دوچرخه رانی کردن کاری آسان و ساده است بسیار خطای بزرگ میکند و جسارت این دختر واقعا هم قابل ستایش است. از سوی دیگر این دو ورزشگران بینید جایهایشان را عوض کرده آمده ایستادند. یک چنین داد و گرفتی نوشاکی خوراکی یگان لوازماتی ضروری برای دوچرخه، کلیدها یا چیزهایی که برای یگان ضرورت پیش می آید چی از دستی دوچرخه سواران و چی از هیئت یاورانی که در کنار این کاروان در حرکت هستند اجازت هست. و بغیر از چمپیونات های جهان باید قید نمایم که یکی از معتبرترین سبقت های دوچرخه‌رانی جهان این تور د فرانس است که همچنین یکی از قدیمترین ها هم محسوب می شود و آن را همچنین حلقه بزرگ هم می گویند به خاطر مسیری بسیار پرپیچ تابی که دارد. از سال 1903 آن تور د فرانس برگزار می شود و در محدوده کشور فرانسه و کشورهای همسایه یا منطقه‌های همسایه با آن برگزار می شود. و جالب اینجاست که همین مسابقه تور د فرانس که امروز معتبرترین سبقت‌های دوچرخه سواری جهان محسوب می شود، حتی در حد بازی المپی و در حد چمپیونات جهان آبرو و اعتبار دارد، همچون یک اقدام رکلموی آغاز شده بود برای گزیته یا مجله لآوتو یا قبلا البته آن رو لئکیپ می گفتند به زبان خودی همون فرانسوی ها. و به همین خاطر هم در تور د فرانس غالب مسابقه تور د فرانس پیراهن زرد بر تن می کند، چون این رنگ همون مجله بود که رنگش زرد بود. و هم اکنون این مسابقه مهمترین یا بزرگترین مسابقه ولسپیدرانی در سطح جهان محسوب میشه. از نظر تعداد اشتراکچی ها که 160 تا تقریبا اشتراکچی دارد، فقط با سطحش نه با چمپیونات جهان آید با فوتبال از نظر فراگیریش جای رو می سپارد، دیگر به هیچ چیزی نسپاریده است. تقریبا 21 روز دوام می کند و 2 روز در این 21 روز به ورزشکاران استراحت داده می شود و غالب آن مسابقه تور د فرانس محترم ورزشکاران یا دوچرخه سواران تاجیک که در دل آرزوی دوچرخه سوار شدن را دارید باید هدف را تور د فرانس قرار دهید، زیرا 450,000 یورو جایزه پولی دارد.
خوب زمان رو در اداره خودش دارد صوفیا، ولی بازم به نظر من چنین می آید که با اون قدی که الینا دارد چندان مقاومت هوا را برای صوفیا نمی برد، ولی برعکس وقتی صوفیا به پیش می گذارد مطمئنا خیلی برای الینا دوچرخرانی مناسب و مساعد و آسان تر خواهد بود. واقعا هم جالب است، خود دوچرخه دو برابر بیشتر از автомобил ها یا ماشین ها در جهان استحصال می شوند. این هم نکته بسیار جالب. و یک جای زمان یک از همکارمون شوخی آمیز گفته بود که باید ولسپیدرانی نباشد زیرا از نظر اقتصادی مفید نیست، و وقتی همون نظر خود را با دلیل ها میخواست اینجا اثبات کند یک چیز دیگر روشن میشد که این دلیل ها نه این که برای اقتصاد مفید نیستند، بلکه برعکس یکی از راه های بهتر، یعنی نکته های رکلموی خود دوچرخه می باشد. مثلا می گفت که وقتی یک دوچرخه سوار دوچرخه می خرد او هیچ وقت رفته از یگان بانک پول کلان رو قرض نمی گیرد و کاری بانک نمی چرخد، بنزین نمی خرد، پول یا چیزی به بودجه دولت نمی رود، با استفاده از خدمت رسانی های مثلا تعمیر ماشین ها نمی رود، یگان خیل بیمه یا سغورته ندارد. البته دارد این چیز را در کشورهای پیشرفته جهان، ولی در ما به هر صورت هنوز به این چیز نرسیده ایم. از ایستگاه های پولکی استفاده نمی کند و انسان را از فربه شوی پیشگیری می کند، یعنی انسان را به سلامتی اش فایده می آورد. ولی بینید این همه چیزایی که به عنوان شوخی گفته شد همش برعکس این منفیتی دوچرخه سواری است. هوا را آلوده نمی کند، سلامتی را حفظ می کند. امروز مشکلی پیش آمده است که مشکل فربهی در سراسر جهان، این مشکل در ما هنوز به آن حدی که در دیگر نقاط جهان رسیده است نرسیده، ولی همین دوچرخه سواری می تواند مشکل فربهی را نیز برطرف کنند و آدم ها کمتر به سراغ دکتران و طبیبان روند و نیاز به داروهای زیادی هم ندارند که داروی زیاد را هم مصرف کردن شاید برای انسان ها ضرر داشته باشد. و میگویند که تولیدات داخلی یا استحصال داخلی کشور را افزایش نمیدهد. این هم هیچ ربطی به دوچرخه ندارد. در هر صورت مهمترین سرمایه انسان سلامتی است و هوای پاک و بی‌آلایش که امروز شهر دوشنبه ما را وقتی ما با مهمانانی آمده از قاره آسیا صحبت میکنیم از باد و هوای شهر دوشنبه واقعا هم خوششان آمده است، زیرا میگویند در یک شهری که با این حد در پیشرفت هست هوای پاک و تازه را دیدن در کشورهای خود همان اشتراکچیان کم دیده می شود. ولی در هر صورت اینجا ایامی بهار است و آنها هم نمیدانند که شاید در فصل گرما در ما هم اندکی هوایمان آلوده دودهای ماشین خواهد شد. ولی فعلا فصل بهار است و بوی گل به مشام می رسد و دو گل دختر تاجیک شاید مستی بوی همین گل ها شدند که در صف اخیر در حرکت هستند. و چند لحظه پیش درباره چین گفتیم که 500 میلیون ولسیپدران دارد برای به کار رفتن برگشتن. من همچون وسیله نقلیه استفاده میکنم و در همون کشور تناسب ماشین به ولسیپد یا ولسیپد به ماشین 300 تا به 1 است، یعنی 300 ولسیپد است یک ماشین. اگر با اون جمعیتی که چین دارد همه ماشین سوار شوند وای بر حال اون کشور سپس خواهد بود.
در مجموع هر سال حدود 100 میلیون دوچرخه در سال استحصال می شود که خودش هم 2 برابر بیشتر از استحصال ماشین ها محسوب می شود. و ما در همین چمپیونات آسیا که تاکنون برگزار شد واقعا هم نکته جالبی رو برایتان بگویم. سرعت ورزشگران از 40 کیلومتر در ساعت تا 50 کیلومتر در ساعت رو معمولا میانه دوچرخه سواران تشکیل می دهد. و بیاید ببینیم که پیشگامان همکنون برمیگردند به میدان یا گلگشتی در روبروی سرک دولتی تاجیکستان و همچنان این پیشگامان 2 نفر صوفیا و الینا هستند که از توده فاصله شان بیشتر و بیشتر شده است. متاسفانه فاصله آنها رو ما دیدن نمیتوانیم، ولی احتمالاً در ادامه برای ما نشان خواهند داد. یک چیز دیگر را هم باید قید نمایم اینجا در همین ضمن که پشت این همه چمپیونات که شما در نوارهای تلویزیونی به این خوبی تماشا میکنید، چقدر تلاش و کوشش هیئت تکنیکی، نواربرداران، مارشال ها، رانندگان و عموما ساحه علاقه زیاد است که این گونه به طور مستقیم این سبقت را برای شما پیشکش کرده ایستادند. تلاش باور کنید شبانه روزی است. ما که در درون این مجموعه قرار داریم و از تلاش های شبانه روزی میبینیم و شاید بعضی از کارگردانان و کارکنان تکنیکی، نواربرداران شاید شبانگاهان فقط 2 یا 3 ساعت وقتی خواب پیدا کنند، چون هر لحظه باید از مکانهایی که ورزشگران عبور میکنند سنجش های باید صورت بگیرد و تا این گونه یک نمایش زیبایی را برای مخلصان پیشکش کنند. و اگر جای هم یگان مشکلی اندکی پیش می آید، بیانگر آن است که شب‌های خواب نرفته مسئولان و کارمندان تکنیکی و فنی و کارگردانان و عموما تلاش دست جمعانه مسئولان کشور و کارمندان عادی از همه مهمتر به یک چنین بزم ورزشی در شهر دوشنبه انجام میپذیرد. گذشته از این باید قید نمایم که همین دوچرخه سواری یا چمپیونات آسیا به دوچرخه سواری در شاهراه که در رشته های گوناگون و در شکل های گوناگون برگزار شده ایستادند، یک بار دیگر برای رشد دوچرخه سواری در تاجیکستان مساعدت میکند و یک شاید که پیشرفتی قابل توجه را در این زمینه ایجاد خواهد کرد. زیرا در گفتگوهایی که یا نشست و برخاست هایی که در پشت پرده این چمپیونات برگزار می شود، دیدارها، بستن قراردادها، شرطنامه ها، همکاری آنقدر زیادند که ما را واقعا هم به آینده این رشته در تاجیکستان امیدوار میکند، در حالی که خود این رشته در تاجیکستان به این هم تاریخی خوبی را دارد. یعنی بیریشه نیست دوچرخه سواری در تاجیکستان، ولی مایجگاه در ایام نوروز و در کشور صاحب استقلالمان چنین یک مسابقه با شکوه را در رشته دوچرخه سواری نداشتیم. نه اینکه در کشورمان عموما ورزشگران ما با این نمود ورزش در چمپیونات آسیا استفاده یا اشتراک نمی کردند. تاریخ بسیار بوی هم که ما میگویم دربارش از سال 1971 می شود، وقتی که تاجیکستان چمپیون SSR میان مکتب های ورزشی شد و سپس باعث گردید که سال 1972 در لینین آباد سابق و ولایت سوخت امروز، شهر خوجند امروز، عموما یکی از ولوترک های در آن زمان بهترین خود اتحاد شوروی یا SSR ساخته شود که واقعا هم سالهای سال در آنجا خدمت کرده است و همکنون پس از استقلال کشور مدتی هم که
با مشکلاتی که خودتون می‌بینید در سالهای 90 داشتین از قطار افتاده بود، ولی سالهای اخیر با تلاش دولت و حکومت، با تلاش فدراسیون دوچرخه سواری دوباره بازسازی شده و به آن حیات دوباره دادند و مثل نوروز که هر سال زندگی جنب و جوش و حیات را احیا می‌بخشد در طبیعت، با آن ویلا ترکی که در سابق ناحیه چکالفسک اگر گوییم بود حیاتی دوباره بخشیدند. واقعا تاجیکستان هم آب و هوا و هم فضای طبیعیش برای برگزاری همه گونه سبقت‌های دوچرخه‌رانی بسیار مناسب است و باز هم بگویم خود لاپارتین پرزیدنت اتحادیه دوچرخه سواری بین المللی یا بین المللی دوچرخه سواری و پرزیدنت کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا موسی الشفر همین چند روز پیش در دیدار با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بسیار ابراز رضایت کردند از سطح برگزاری مسابقات، از آب و هوا، از شرایط برگزاری مسابقه و از دستگیری هایی که شهر دوشنبه، شهرداری شهر دوشنبه و عموما دولت و حکومت تاجیکستان برای برگزاری این چمپیونات کرد عرض سپاس بسیار صمیمی نمودند و این هم سبب دارد زیرا واقعا هم در سطح بسیار بالای تشکیلی برگزار شده ایستاده است و هیچ مسابقه بی مشکلی نیست، اما مرحله به مرحله مشکلات پشت سر شدند و همکنون ما یک مسابقه تمام عیار سطحی بین المللی را در شهر دوشنبه دایر کرده ایستاده ایم که باعث افتخاری هر یک ساکن پایتخت و هر یک ساکن کشور می باشد و این هم استکات محله قریه بولو است که ورزشگران از اونجا عبور میکنند و باید قید نمایم که در سالهای اتحادیه شوروی یا در زمان SSR هم گوییم همون ولاترکی که گفتیم در ولایت سوخت ساخته شده به استفاده داده شده بود سال 1972 باعث گردید که از بین ورزشگران همون مکتب ورزشی زوری عبدوجمیلوف یکی از استادان ورزش SSR در همون جا 40 تای دیگر استاد ورزش SSR یا اتحادیه شوروی را به وای رساند. میدونید این چه گفتنی گپ هست؟ یعنی 40 تا متخصص درجه عالی در سطح اتحادیه شوروی که در آن زمان یکی از کشورها ابرقدرت جهان محسوب میشد و یکی از ورزشگران عموما ما در هیئت ورزشگران زاده تاجیکستان اریکا سلومیای در یکی از سبقت‌های آخرانی که در خود همین للین آباد قبلی برگزار شده بود آن زمان صاحب رکورد جهانی هم شده است و همین در ولایتی که گفتیم در ولایت خوجند قرار دارد و بازسازی هم شده است 10 تا رکورد بین المللی شکسته شده است و یکی از مهمترین رویداد در تاریخ گذشته یا دوران شوروی تاجیکستان در رشته دوچرخه سواری در تاجیکستان این بود که در مسافه 4 کیلومتر سال 1979 یک پسرک جوان از همان خود شهر للین آباد قبلی یا خوجند امروزه نیکولای مکاروف اولین ورزشگر اتحادیه شوروی شد که بعد در چمپیونات جهان با مسافه 4 کیلومتر غلبه را به دست آورد در همین رشته. این هم از دستاوردهای زادگان تاجیکستان است که ما با آنها باید امروز افتخار کنیم و امروز یکی دیگر از رویدادهای مهمترین در تاریخ نه تنها دوچرخه سواری بلکه میتوان گفت در تاریخ ورزش تاجیک است که شهر دوشنبه میزبان چمپیونات آسیا عاید به دوچرخه‌رانی شده است. خب پیشگامان همچنان به سمت
سابق دروازه حصار یا محله زرافشان در حرکت هستند و به محله زرنثار ناحیه سینا نزدیک شده ایستادند. همچنان همدیگر را عوض میکنند تا مقاومت هوا را بشکنند، ولی وای بر حال صافیه کریمووای بیچاره که با آن جثه‌ای که دارد کمک کردن الینا سپیرینا مشکل تر به نظر می رسد. در پارا ولسپورت هم البته اعلام کرده بودند که 2 نفر میان، ولی جای نگرفتند. تا امروز سبقت ها زماندار بودند، یعنی سبقت های وقتی بودند که مهم از خط مره اول عبور کردن نبود، مهم مدت زمانی بود که ورزشکاران آن را مسافه مسابقه را در آن طی میکنند و از روی همان قهرمانی المپی و معذرت میخوام قهرمانی آسیا معین میگردد. ولی امروز چنین نیست. امروز کسی که از خط نهایی اول شده عبور میکند، فرق بین individual time trial یعنی فرق بین سبقت های انفرادی وقتی یا زماندار با individual road race یعنی سبقت های انفرادی شاهراهی در همین است که در آنجا مهم کی اول به خط نهایی رسیدنش نیست، در اولی در دومی چرا هست. در دومی هر کسی اولین شده از خط نهایی عبور کرد، همان نفر هم قهرمانی آسیا خواهد شد. اگر خطا نکنم ورزشگر از کشور عراق است که تحت رقم 1 در این سبقت هنرنمایی میکند. عدنان اوان از عراق هست که تازه به نزد سیرک دولتی رسید. در حالی که 2 ورزشگر سپیرینا الینا و صافیه کریمووا علاکه محله زرنثار را عبور کردند و از گلگشتی که در سابق دروازه حصار اون زمان میگفتیم که حالا دروازه باز شده است قرار دارند و چند لحظه دیگر سبقت جدیتر و جدیتر خواهد شد. ورزشگر ازبک خسته تر به نظر می رسد. چند لحظه پس ورزشگران یا دختران جوان ازبک و قزاق الکی بازگشتن دقیق تر گویم از محله دروازه یا از گلگشت دروازه حصار و بینید که دوباره به محله زرنثار ناحیه سینا رسیدند و به خط مستقیم یا راستی به سمت فینیش در حرکت هستند. فاصله چندان زیاد باقی نمانده است. 8-10 کیلومتر دیگر باقی مانده و این 2 نفر بدون شک برای عنوان قهرمانی در ثانیه‌های آخر تکنیک یا شیوه خود را کنار خواهند گذاشت و به قول اگر گویم دست به گریبان همدیگر خواهند شد خطا نمی کنیم. هنوز هم به همدیگر راه داده ایستادند، ولی آیا در کیلومترهای آخر هم چنین شیوه مصلحت شده را اجرا خواهند کرد یا نه؟ بیاید با همدیگر پس از چند لحظه دیگر میبینیم. پیلوتان یا توده ورزشگران در کجا هست حالا برای ما نشان ندادن، ولی
امیدوارم نشان خواهند داد که در کجا قرار دارد تا ببینیم که آیا سبقت فقط میان این دو ورزشگر صورت میگیرد یا نه کسی از هیئت گروهی ورزشگران کشور امارات متحده عرب، ویتنام و تایلند به این سبقت قهرمانی خواهند پیوست یا نه. باز هم نام این دو ورزشگر رو برایتان میگیریم، الینا سپیرینا و صوفیا کریمووا هستند که به محله 82 شهر دوشنبه نزدیک می شوند و مسئله جدی‌تر و جدی‌تر می شود. 61 کیلومتر مسافه مسابقه. همون موضوعی که ما چند روز پیش در صحبت‌های اولیه‌مان کرده بودیم، گریگرانی هم دارد. در حیات مثلا اینجا که 3 کشور حیات تقریبا پرتری دارند، در بین آنها 1 نفر داوطلب محسوب می شود، 3 نفر دیگر گریگوری. این کلمه اختصاصی دوچرخه سواری است. گریگوری هم این است که او همه چیز خود را، نیرو، توانایی، هنر، مهارت را صرف می کند تا نفر داوطلب یا پیشگامی همان دسته به عنوان قهرمانی دست یابد. همانهایی که گفتیم در آغاز سبقت پیش راه ورزشگران ازبک را می گرفتند و پیش راه ورزشگران یا بانوان جوان تایلندی را می گرفتند. و اینجا اگر خطا نکنم انا کوسکووا الکی در سبقت های انفرادی کوتاه، یعنی 15 کیلومتر صاحب مدال طلا شده بود از ازبکستان. و از قزاقستان داریا کازاکبایوا. همین میانی بانوان جوان در سبقت های انفرادی تایم تریال یعنی زماندار یا وقتی عنوان قهرمانی و جایزه دار را به خود با هم دیگر تقسیم کرده بودند و فقط ورزشگر ویتنام تایبی هانگ بود که زینه سوم را به خود اختصاص داده بود، ولی او را هم اکنون در صف آنهایی که برای عنوان قهرمانی سبقت میکنند نمیبینیم. خب ورزشگران به استکت قریه بالا نزدیک میشوند و حدود 4-5 کیلومتر دیگر تا انجام این سبقت باقی میماند. چند ثانیه دیگر معلقه در همین جاها الینا و صوفیا رو میبینیم. ولی سپس ما این شیوه و مصلحت های حاضره رو نخواهیم دید، زیرا ورزشگران دیگر با اینکه هنوز هم دیگر را کمک کرده می روند برای زینه های یکم و دوم، در ثانیه آخر چنین نخواهد بود و خواهیم دید که چگونه تلاش برای پیروزی صورت خواهد گرفت. هنوز هم به نظر چنین می رسد که ورزشگر بانوی جوان قزاق نسبتاً آرامتر است و چای کبود نوشی ورزشگر بانوی کشور ازبکستان و استعمال بعضی چیزهای دیگر زیاد دیده می شود و خسته تر به نظر هم می رسد. ولی این هم می تواند یک تاکتیک یا شیوه خاص باشد که خود را خسته نشان دهد، ولی در کیلومترهای آخر کار رنگ دیگر بگیرد. و هنوز هم جای وزن‌کنی وجود دارد. متاسفانه پلتون یا
کاروان اساسی ورزشگران رو نمیبینیم که بگوییم کی جای سوم رو میگیرد. و دیدید که الکی مسئله جدی‌تر می شود. سوفیا با قول به پیدل های دوچرخه خودش دیگرگونه عمل کرد یا شاید چیزی رو نصب کرد تا پیدل ها از پای او کندن نشوند، چون به محله یا منطقه جدی سبقت ها نزدیک می شویم. بازم یک بار دیگر اگر قید کنیم به مورد است، واقعا هم پخش مستقیم این سبقت ها واقعا هم کار شبانه روزی و خستگی ناپذیری هیئت کارمندان را دارد که بتوانند یک چنین پخش رو پیشکشی مخلصان این رشته کنند. و هم اکنون ما به مرکز شهر یا به همان کیلومترهای آخری سبقت نزدیک می شویم و خواهیم دید که این دو ورزشگر در آخری کار از کدام شیوه کار می گیرند. بله، نزدیک شدیم به آثارخانه ملی تاجیکستان که همه گواه های تاریخی قدیمه بودن و کهن بودن مردم تاجیک را اکثرش را در خود جمع کرده است. و اکنون به مرکز شهر حدود 1 کیلومتر وقت باقی مانده است، ولی توده ورزشگران در فاصله خیلی دور هستند. هنوز به استکات محله قریه بالا نرسیدند. و اینجا اگر توجه کنید، از هیئت کشور ازبکستان و قزاقستان 2 نفری و 1 نفری باقی ماندند تا پیش راه ورزشگری کشور ویتنام و تایلند و دیگرها را بگیرند. خیلی فاصله زیاد است. با نقطه 500 متری به خط نهایی این سبقت ها نزدیکیم. 61 کیلومتر این دو دختر جوان از ازبکستان و از قزاقستان تلاش کردند و لکه از کاروان اساسی 3 نفر دیگر فاصله گرفتند و در صف پیش در حرکت هستند برای گرفتن جایزه سیومی چمپیونات آسیا آید به شاهراه در رشته دوچرخه سواری و 500 متر دیگر باقی میماند و از اینجا به احتمال زیاد سبقت نباید مصلحتی باشد. فکر نمی کنم ورزشگری ازبک میخواهد عنوان قهرمانی را به ورزشگری بانوی قزاق بدهد و اون نفری را که میگفتیم خسته به نظر میرسد حالا دیگر نمیخواهد الینا سپیرین را به سمت پیش اجازه عبور بدهد. مترهای به شمار هم گویه می شود هنوز هم مصلحت دوام دارد یا شیوه بازی دوام دارد. از جای احتمالاً 2 نفر با همدیگر سبقت خواهند کرد. اینجا احتمالاً حالا این 2 ورزشگر نیروی همدیگر را میسنجند و بیایید ببینیم که ورزشگر بانوی کشور قزاقستان سپیرینا الینا پیش
خواهد بود یا اینکه صوفیا کریمووا نبرد پر شدت برای دو ورزشگر و مترهای آخر سبقت و ازبکستان در اینجا پیش صف است. صوفیا کریمووا قهرمان آسیا آید با دوچرخه سواری شاهراه میان دختران جوان در مسافه 61 کیلومتر شهر دوشنبه که در این کشور نیز نوروز ما بسیار به خوبی تجلیل می شود. نوروز را با مدال طلا در تاجیکستان استقبال می گیرد. در زینه دوم الینا اسپیرین از قزاقستان صاحب مدال نقره گردید و برای زینه سوم باز هم ورزشگران همین دو کشور در تلاش هستند. مبارک باشد بر صوفیا کریمووا که در ثانیه های آخر توانست پیش صفی را از همتای قزاقش بیره باید و از کاروان اساسی بازم سه ورزشگر در صفی پیش هستند. البته در بین این ورزشگران به نظر می رسد که ورزشگران تایلندی و ویتنامی هم هستند. بیاید ببینیم که وضع چگونه می شود. تقریبا 1 دقیقه و 1 ساعت و 40 دقیقه ورزشگران ازبک و قزاق برای عنوان قهرمانی طی کردند، ولی وقت دقیق را حالا برای ما از سوی داوران اعلام خواهند کرد. کریمووا صوفیا قهرمان آسیا آید به دوچرخه سواری شاهراه در مسافه 61 کیلومتر میان دختران جوان را برای ما و شما نشان میدهند و پلاتون یا کاروان اساسی هم به اینجا نزدیک شده ایستاده است و در این هیئت یک بانوی تایلندی را نیز میبینیم میان ورزشگران کشور ورزشگر بانوان جوان قزاق و ازبک. به نظر می رسد اینجا هم این دو ورزشگری همسایه کشور نمیگذارند که بیچاره ورزشگر کشور تایلند از آنها عبور کند و پلتون اصلی از اینها چندان مسافه دور ندارند. سه نفر دیگر برای عنوان یا جایزه چمپیونات آسیا آید به دوچرخه‌رانی شاهراه میان ورزشگران پارالیمپی، میان جوانان، دختران جوان، پسران جوان، مسافه های گوناگون از 15 تا به 174 کیلومتر در این چمپیونات ورزشگران در تلاش خواهند بود. و اینم برای جای سوم ورزشگر بانوی کشور قزاقستان کازاکووا ویالتا و ورزشگر کشور ازبکستان در تلاش هستند که برای ما حالا شاید نشان میدهند. پلتون اصلی یا کاروان اصلی و توده اصلی هم با 500 متر آخر این سبقت الکی نزدیک شدند و مارشال ها یک طرفه می شوند و میدان را به دوچرخه سواران خواهند سپارید. برای کسب زینه سوم افتخاری تلاش دارند ورزشگران کشور ازبکستان، قزاقستان و اگر خطا نکنم ویتنام هست در اینجا یک نفر و از تایلند هم هستند. مترهای آخر و زینه سوم نصیب ورزشگران قزاق میگردد. بازم زینه اول با صوفیا کریمووا اختصاص داد، زینه دوم از آن الینا اسپیرینا و زینه سوم هم مربوط به ورزشگران قزاق یا دختران جوان قزاق است که حالا چند لحظه پس احتمالاً برای ما نام و فامیل آنها را پیشکش خواهند کرد. در همان صف پیش دو ورزشگر بانوی قزاق، داریا کازاکبایوا که الکی میشان نقره بازی چمپیونات آسیا را داشت و همچنین کازاکووا ویالتا بودند. حالا کدام یکی از آنها صف پیشتر را داد ما از اینجا نمیبینیم. اونجا داوران هستند، هیئت بسیار گسترده از
کنفدراسیون دوچرخه‌سواری آسیا و اتحادیه بین‌المللی دوچرخه‌سواری که اتحادیه جهانی است و همه این مسابقات سطح جهانی تحت اداره آنها برگزار می شود. در اینجا هستند با هیئت داوران و ضد دوپینگ و همه تأسیسات و تشکیلات حضور دارند. خب کم کم دیگر ورزشگران تایلندی و عموما عراقی و شاید چند لحظه دیگر برای ما نتیجه ها را پیشکش خواهند کرد. بسیار تلاش خوب کردند. 61 کیلومتر را همه این دختران جوان طی نمودند و اینجا می‌سزد همه آنها را با نوروز بین المللی تبریک گفت، زیرا طی نمودن 61 کیلومتر با سرعت بسیار بلند کاری ساده نیست. اینجا میدان دوستی شهر دوشنبه است، میدانی که هم پیغام دوستی، هم پیام احیای طبیعت و هم پیام مأوای دلهای این دختران جوان را به قاره آسیا میرساند. 3 جایزه دار چمپیونات آسیا عاید به دوچرخه سواری شاهراه در مسافه 61 کیلومتر بین دختران جوان را با همدیگر میبینیم و همچنانی که توجه کردید با ترتیب نشستنشان همکنون ورزشگری کشور ازبکستان عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد و 2 ورزشگری کشوری قزاقستان به زینه‌های دوم دست یافتند. اگر برای ورزشگران کشور ازبکستان برای این ورزشگرین اولین مدالش در مسابقه بین المللی محسوب شود، برای 2 ورزشگری دیگر نه، برای آن که ما الکی میدونیم که یک بار ورزشگر همین دریا کازاک بای که اینجا نشسته است در همین چمپیونات الکی صاحب نشانی نقره گردیده بود. به هر حال مراسم جایزه سپاری برای غالب و جایزه داران چمپیونات آسیا عاید به دوچرخه سواری شاهراه میان دختران جوان در مسافه 61 کیلومتر همکنون برگزار می شود و این هم قهرمانی آسیا در همین رشته است که با همین به قول دوگانش در طول همین 61 کیلومتر با همدیگر دست به دستی هم در حرکت بودند، ولی در نهایت هر که بهتر هست نتیجه برتر را نیز به دست می آورد. فعالیت ورزشی این بانو اولین است او تنها یک بار در گرند پری های دوچرخه سواری ارسیاس ترکیه زینه سیوم را کسب کرده بود، دیگر دستاورد آنچنانی ندارد با اینکه تعداد اشتراکش در مسابقه های زیاد است و خصوص در مسابقه های یک روزه دوچرخه رانی 14 بار اشتراک کرده. در سبقت هایی که وقت دار هستند که ما چند روز قبل دیدیم 5 بار اشتراک کرده. در سپرینت که اصلا رقابت های سرعتی است از همه بیشترین اشتراک را داشته است و به همین خاطر هم که سرعت او در آخران ثانیه ها از الینا سپیرینا بهتر بود. او البته در دوچرخه رانی کوهستانی یا کوهی هم مهارتی خوب داشته است و همچنان که ببینید تلویزیون ورزش این سبقت را به طور مستقیم پخش میکند و یکی از شریکان رسمی این چمپیونات هست. بنابراین هم رئیس میدیا هولدینگ آسیا پلوس و هم دیرکتور مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش با مقام افتخاری داشته این میدان، یعنی با این 3 بانو جایزه و مدال ها را می سپارند. همچنین کاتب گنرالی فدراسیون دوچرخه سواری تاجیکستان نیز در اینجا حضور دارد و برای معرفی یک بار دیگر زینه سیوم در این سبقت نصیبی دریا کازاک بایو میگردد که این ورزشگری 16 ساله قزاقستان که بینید چقدر جوان است توانست دومین مدال خودش را در چمپیونات آسیا عاید به شاهراه در دوچرخه رانی به دست بیارد و پرویز ناریان دیرکتور مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش او را با مدال و گلدسته از پیغام نوروزی تاجیکستان اهدا کرد. خب در زینه دوم باشد ورزشگر از کشور بازم قزاقستان الینا سپیرینا که رقابت نزدیک با صوفیا کریمووا داشت و الینا باشد تا کنون هیچ دستاوردی ندارد، حتی در رده‌بندی های
جهانی و آسیایی هم حضور نداشت. 17 سال است و امروز اولین بار او بر رده‌بندی جهانی ورود کرده میشد و همینطور قهرمان آسیا آید به دوچرخه سواری میان بانوان در شاهراه در مسافه 61 کیلومتر میان بانوان جوان. البته صوفیا کریمووا از ازبکستان است که امروز سیومین مدال طلای سبقت‌های چمپیونات آسیا را در میان ورزشکارانی که البته پارالیمپی نیستند به دست می آورد و صاحب عنوان قهرمانی می شود و صاحب پیراهن قهرمانی نیز می شود. طبق رسمی فدراسیون بین المللی دوچرخه‌رانی یا اتحادیه بین المللی دوچرخه‌رانی به غالبان هر سبقت لباس مخصوصی غالب نیز پوشانیده می شود. خب بیاید به نتیجه این ورزشکاران برگردیم که میگوییم صوفیا کریمووا در 1 دقیقه و 36 در 1 ساعت و 36 دقیقه و 45 ثانیه مسافه 61 کیلومتر را طی کرد و سپیرینا الینا تقریبا چند صدم ثانیه از صوفیا کریمووا دیرتر به خط نهایی رسید و کازاکبای در که گفته ملکه صاحب نقره همین بازی های چمپیونات آسیا در میان بانوان جوان داشت. در مسافه 15 کیلومتر زینه سیم رو به خود اختصاص داد که از این دو نفر اول تقریبا 4 دقیقه دیرتر به خط نهایی رسید. فاصله خیلی زیاد است، ببینید فاصله بهترین ها. در هر صورت به افتخار ورزشگر بانوی جوان ازبکستان پرچم ملی آنها بالاتر از هر پرچم و سرود ملیشان در شهر دوشنبه به صدا درآید. مبارک باشد بر صوفیا کریمووا، چمپیون آسیا آید به دوچرخه سواری شاهراه در مسافه 61 کیلومتر میان دختران جوان. واقعا هم ارزنده تلاش کردند از کاروان اساسی یا توده اساسی دوچرخه سواران. بینید تقریبا 4 دقیقه فاصله داشتند که بسیار فاصله کلان است. همین دو ورزشکاری بسیار جوان و همچنانی که میدونیم الینا سپیرینا همگی 17 سال دارد. صوفیا کریمووا باشد، این ورزشگر 18 سال است و در سالهای بعد میتوند با یکچینی منتخب ازبکستان
همراه شد و جوانترین بین این ورزشگران 16 ساله همین دریا کازاکبایова که زینه سیم رو به خود اختصاص داد و دومین مدال چمپیونات آسیا رو در شهر دوشنبه از آن خود میکند و همچنین در سبقت‌های انفرادی وقت دار در مسافه 15 کیلومتر مدال نقره یعنی نایب قهرمان المپیک گردید و پس از چند دور نرید ورزشگران دیگر سبقت‌ها نیز آماده خواهند شد و تلویزیون ورزش رو پیگیری کنید زیرا سبقت‌های مردان جوان نیز پس از چند آغاز خواهد شد.